قبل از آغاز همایش دانه رئیس ولایت راهبریت ناحیه دنقره از نمایشگاه مرتب نموده زنان و بانوان هنرمند دیده نمودند. نمایشگاه مذکور را ده‌ها نمونه چکندوزی و قراقدوزی هنرهای بافندگی، نمونه‌ها از هنر سبد بافی و دیگر هنرهای مردمی زینت می‌بخشید. واقعا مورد ذکر است که زن مادر تاجیک را از دوره‌های دور تاریخ با هنرمندی، عفت زنانه، پاکدامنی می‌شناختند و احیا شدن هنرهای قدیمی ملی بار دیگر اثبات آن است که زن تاجیک قادر است برابر تربیت فرزند بهترین زیبایی ها را آفرد. همایش دانه ملاقات رئیس ولایت ختلان قربان حکیم زاده با فعال زنان در تالار زیبا و بر هوای قصر فرهنگی تازه بنیاد ناحیه به وقوع پیوست. این تالار زیبا و معاصر را زنان و بانوان پیراهن‌های چکن و اطلس پوش تراوت دیگر بخشیدند. رئیس ولایت ختلان قربان حکیم زاده با سخن تبریکی برآمد نموده اهل تالار و در سیمای آنها همه مادران را با فرارسی دو عید با فیض و پرنکهت با برکت، روز مادر و نوروز عجم شاد باش گفت. قید گردید که ارجگذاری به زحمت و تلاش ها، شب زنده‌داری، شناخت و قدر کردن منزلت مادر برای هر یک فرد خودآگاه قرض و رسالت بزرگ فرزندی است. سال تا سال استقبال روز مادر در کشور با دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شکوه و جلوه تازه کسب کرده این توجه بار دیگر از مقام و منزلت بلند زنان در جامعه شهادت می دهد. رئیس ولایت در برآمد خویش علاوه کردند که زنان و مادران با ننگ و ناموس ما در تحکیم دولت، استقلالیت، صلح و ثبات و وحدت ملی سهم بسیار ارزشمند گذاشتند. می توان با افتخار در این مورد از کارنمایی و خدمت‌های شایان زنان و بانوان فعال ختلان زمین که اکثریت خادمان جمعیتی و سیاسی، قهرمان مهنت سوسیالیستی حساب می‌افتند، به مانند نزارما ظریفова، عدالت رحمانova، گوهربی پیرکova، سعادت امیرشایova، محبت عزیزova، قیمتگل رستمova و ده‌ها نفر دیگر با افتخار یادآوری کرده شد. روزگار این بانوان وطندار و وطنساز مایه عبرت و آموزش است. محض نیرو و جسارت زنان را به نوبت گرفته با مقصد توسعه هرچه بیشتر نفوذ آنها، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فرمان تاریخی خود را درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه به امضا رسانیدند که برای باز هم فعالتر شدن نقش زنان زمینه با اعتماد فراهم آورد. قبول گشتن فرمان مذکور تکان بزرگ در سمت تقویت سیاست گندری در کشور گردیده راه را در مسیر سیاست و راهبری برای زنان در همه ساحه‌های حیات جامعه گشاد و فراخ گردانید. همین است که امروز از شماره 196,858 نفر زنهای کارگر ولایت ختلان 9,833 نفرشان در وظیفه‌های راهبری کننده فعالیت می‌کنند. با مقصد دستگیری هنرمندان و رشد هنرهای ملی در سال 2020 3 نفر زنان و دختران صاحب کسب ولایت به مبلغ 700,000 سومانی سزاوار گرانت پرزیدنتی شدند. رئیس ولایت قربان حکیم زاده سهم زنان را در آبادی وطن و خرم و نظربا گردانیدن هر یک گوشه و کنار دیار نظررس ارزیابی نموده افزودند که زنان ولایت ختلان تمام دانش و نیروی خود را بهر حفظ ارزش‌های مقدس دولتداری ملی روانه نموده سیاست پیشوای معظم ملت را در عمل تطبیق می‌کنند. در جمع تاکید شد که سال 2021 برای تمام مردم تاجیکستان و تاجیکان برون مرزی سال پر افتخار و فراموش نشدنی است، زیرا مردم کشور بزرگترین جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور عزیز و محبوبمون تاجیکستان را استقبال می‌نمایند. رئیس ولایت اظهار اطمینان کرد که زنان و بانوان با ننگ و ناموس ولایت با سلیقه بلند زیبایی پرستی و درک مسئولیت شناسی در تدبیرهای آبادانی و سبزکاری و خرمگردانی محیط اطراف پیشاهنگ بوده با احساس بلندی وطن دوستی و ذوق بدهی در این عملهای خیر کمر همت بسته شروع از خانه، کوچه، محله و شهر و ناحیه حصه نظررس خود را می‌گذارند. در ادامه این همایش در وضعیت خاطرمان یک زمره مادران و بانوانی که در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ولایت مهنت ارزنده دارند و به فعالیت پرثمر خود
дар рушди ҷомеа нақша гузоранд, бо сипоснома ва ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят сарфароз гаштанд. дар қисмати фарҳангии чорабинии идона гулдастаи зебои савту суруд, оҳангҳои дилнишин, рақсҳои ҷолиб пешкаши аҳли толор карда шуд.